نیروهای مرزبانی لهستان در قسمت سرحد دولتی با لیتوا دو راننده را که 13 شهروند تاجیکستان و ایران را غیر قانونی به این کشور انتقال میداد بازداشت کردند. بنا به اطلاع نیروهای مرزبانی لهستان، روز 1 آگوست سال جاری سرحدبانان در دهه بودزیسکو که نزدیک به سرحد لیتوا است دو ماشین دارای رقم‌های دولتی لهستان را برای تفتیش بازداشت کردند. در نتیجه تفتیش معین کرده شد که رانندگان زاده اوکراین بوده خارجیان دیگر را که حجت‌های لازمی برای وارد شدن و اقامت در لهستان را نداشتند به این کشور غیر قانونی انتقال می‌دادند. راننده ماشین تمغه والوو 6 شهروند تاجیکستان و یک زاده ایران و راننده ماشین تویوتا 6 شهروند ایران را غیر قانونی وارد خاک لهستان کردند. گفته می شود این مهاجران اول از بلاروس وارد خاک لیتوا شده، بعداً سرحد لهستان را غیر قانونی عبور کردند. در خبر نیروهای مرزبانی لهستان گفته می شود که همه آنها بازداشت شده در اختیار افسران پاسگاه مرزبانی قرار دارند. دو راننده زاده اوکراین در کمک به مهاجران برای عبور غیر قانونی مرز متهم شده به آنها تا 8 سال زندان تهدید میکند. نسبت به 13 شهروند تاجیکستان و ایران پرونده مأموری آغاز شده، آنها موظف کرده می شوند که به لیتوا برگردند. بنا به اطلاع واحد مرزبانی پادولسک، از اول سال جاری سرحدبانان تنها در مرز با لیتوا بیش از 300 مهاجر را بازداشت کردند که اول از بلاروس به لیتوا و بعدا غیر قانونی مرز لهستان را عبور کردند. اینچنین 53 نفر دیگر که در کمک به مهاجران برای عبور غیر قانونی مرز لیتوا و لهستان گمانبرند بازداشت شدند.